یک بار برای همیشه بیاین راز جهانهای موازی رو به زبون ساده در کمتر از 3 دقیقه بفهمید. اگه همین الان یه سکه بندازین و شیر بیاد، ممکنه در جهان دیگه همون سکه خط اومده باشه. نه به این معنی که اون جهان یه جای پشت کهکشانه، بلکه شاید همین واقعیت 2 مسیر متفاوت رو ادامه داده باشه. عجیب به نظر میاد، ولی این ایده واقعا در فیزیک وجود داره. سال 1957 فیزیکدان جوانی به اسم هیو اورت چیزی رو مطرح کرد که امروز بهش میگیم تفسیر جهانهای متعدد. ماجرا از یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های مکانیک کوانتوم شروع میشه. در دنیای ذرات یک سیستم قبل از اندازه‌گیری میتونه ترکیبی از چند حالت ممکن باشه. مثلا خیلی ساده تصور کنید. 2 نتیجه داریم، 0 و 1. تفسیر کوپنهاگی میگه وقتی اندازه‌گیری میکنیم یکی از این نتایج رو میبینیم. ولی اورت گفت اگه هیچ کدوم از نتایج حذف نشن چی؟ یعنی هم 0 اتفاق بیفته هم 1. اما هر کدوم در شاخه دیگه‌ای از واقعیت. مثل جاده‌ای که سر یه دوراهی به 2 مسیر تقسیم میشه. شما فقط وارد یکی میشین و از مسیر دیگه خبری ندارین. اینجاست که گربه شرودینگر هم جالب میشه. یک گربه رو تصور کنین که سرنوشتش به یک اتفاق کوانتومی وابسته. در نسخه معروف ماجرا قبل از اندازه‌گیری سیستم ترکیبی از حالت گربه زنده و گربه مرده رو داره. در تفسیر اورت با اندازه‌گیری یکی از این حالت‌ها از جهان پاک نمیشه. در یک شاخه گربه زنده است و در شاخه دیگه مرده. حالا این رو در مقیاس کل جهان تصور کنین. جهان حدود 13.8 میلیارد سال عمر داره و از ابتدای کیهان تا امروز تعداد غیرقابل تصوری برهم‌کنش و رویداد کوانتومی رخ داده. اگه تفسیر جهان‌های متعدد درست باشه، واقعیتی که ما تجربه می‌کنیم ممکنه فقط یک شاخه از ساختار فوق‌العاده عظیم باشه. اما آیا این یعنی یه جهان هست که شما اونجا رئیس جمهورید یا دایناسورها هنوز زندن؟ نه لزوما. جهان‌های متعدد نمیگه هر چیزی که بتونیم تصور کنیم حتما جای اتفاق افتاده. فقط شاخه‌هایی مطرحن که از تحول فیزیکی حالت‌های کوانتومی به وجود میان. حالا ماجرا عجیب‌تر میشه. یه مشکل معروف سفر به گذشته پارادوکس پدربزرگه. فرض کنیم به گذشته برگردین و کاری کنین که پدربزرگتون هیچ وقت صاحب فرزند نشه. پس شما به دنیا نمیایین. ولی اگه به دنیا نمی اومدید، چه کسی برگشته گذشته و این کار رو انجام داده؟ یه راه حل فرضی میگه شاید سفر به گذشته جهان خودت رو تغییر نده. شاید با تغییر گذشته وارد یه شاخه دیگه‌ای از تاریخ بشین. در جهان اصلی شما به دنیا اومدین و سفر کردین. در شاخه جدید تاریخ مسیر دیگه‌ای رو ادامه میده. در نتیجه حتی اگه بتونین به گذشته برگردین، شاید نتونین با تغییر گذشته آینده جهان خودتون رو عوض کنین. البته این قسمت کاملا فرضیه. ما نه ماشین زمان داریم و نه مدرکی که ثابت کنه که سفر به گذشته باعث ورود به جهان‌های موازی میشه. حتی خود جهان‌های موازی هم تا امروز مستقیما مشاهده نشدن. یکی از دلایلی که ما هیچ شاخه دیگه‌ای رو نمی‌بینیم، پدیده‌ای به نام واهم‌دوسی کوانتومی یا دکوهرنس. به زبان ساده وقتی یک سیستم کوانتومی با محیط اطرافش برهم میکنه، تداخل کوانتومی بین حالت‌ها خیلی سریع از دسترس مشاهده روزمره خارج میشه. یعنی اگه جهان شاخه هم بشه، قرار نیست فردا نسخه دیگه خودتون رو تو خیابون ببینید. پس آیا واقعا جهان موازی وجود داره؟ نمیدونیم. تا امروز هیچ آزمایشی وجود جهان‌های متعدد رو مستقیما اثبات نکرده. اما نکته باور نکردنی اینجاست. این فقط داستان فیلم‌ها نیست. جهان‌های متعدد واقعاً یکی از تفسیرهای مکانیک کوانتوم و اگه روزی معلوم بشه این تفسیر تصویر درستی از طبیعته،